سلام دوستای عزیز، با چینل خانه شب خوش آمدیم. امروز خواستیم رشین ریور یا دریای روسیه بریم به خاطر ماهیگیری. ما جایی را که میبینین جای کمپینگ است که مردم ها میاین اینجا به خاطر کمپینگ. روزهای رخصتی، شبای رخصتی خدا خیمه میزنن و چند روزی که هستن تفریح میکنن. بسیار جای زیبا و دیدنی مقبول دارن و همچنان جنگل های بسیار سر به فلک و جای بسیار سرد، هوای بسیار گرم. اینجا که بیاین واقعا که بسیار یک هوای خوب داره و خودتان میبینید که تمامش جنگل است، پلوی دریا و این هم یک جور آهو رو اینجا دیدیم که در کنار سرک میرفتن. گفتم باش شما دوستا بگیرم ببینین. در اینجا هر حیوان رو داره، خرس داره، گرگ داره، آهو داره و ماونتن لاین میگنش. شما پیشو پلنگ میگیم و این مردم ها اینجا ماونتن لاین میگن که شیرای کوهی از اونا داره. اینجا بسیار جای سرسبز، جنگل هایست که یک هفتان بری شاید که خلاصش کرده نتانی، تا آخرش رسیده نتانی. و این هم خود دریای رشین ریور یا دریای روسیه که میگنش اینمی است. اینجا آمدیم امروز به خاطر ماهیگیری. بسیار یک جای زیبا و مقبول، یک دریای بسیار خوبش، آب و بسیار گوارا. دوستایی که در بیریا یا سان فرانسیسکو زندگی میکنن میتونن بیاین از این جایا دیدن کنن، همراه فامیل بیاین، تنها بیاین. بسیار یک جای خوب است و امروز ما اینجا آمدیم ببینیم که ماهی گرفتن میتونیم نمیتونیم. در بین دره ها، بین جنگل ها بسیار یک مکان آرام بخش، مکان بسیار سرسبز خوبش و در 2 مایلی یا 3 کیلومتر دورتر ما از خود بودیگابه هستیم، یعنی اقیانوس آرام که بازی آب از رشین ریور، آب رشین ریور میره داخل اقیانوس آرام. با اقیانوس آرام یک جای قطع میشه تو آب شیرین با آب شور. بسیار یک آب خوبش هم داره و عمق بسیار زیاد هم داره. بعض جایش بسیار کم عمق است و بعض جایش بسیار عمق زیاد داره. و این چون ما اکثریت ویدیوها رو دیدیم که اکثریت دوستا آمدن به خاطر ماهیگیری، ما هم خواستیم امروز اینجا بیاییم ببینیم که ماهی گرفتن میتونیم یا نمیتونیم. دیگه فلوتی ها رو میبینین داخل از چنگکاز که فعلا انداختیم و منتظر میباشیم که ماهی گرفتن میتونیم ما امروز نمیتونیم، طالع داریم نداریم. و یک دیگه دوستای عزیز که چینل ما نو است، با کمک های شما نیاز داریم. چینل ما را لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت های بسیار زیبا و مقبول بدین که چینل ما بخیر پیج بره. و اگر شما دوستا کمک کنین، شما دوستا تشویق کنین، انشالله از جای مقبول و دیدنی و حیوانات زیبا، پرنده های زیبا و طبیعت بسیار عالی کالیفرنیا و بعض نقاط دیگه امریکا و خود افغانستان، بخصوص کابل، مزار شریف، جای تفریحی، جای دیدنی و ویدیوهای مقبول از هر چیزی که دوست داشتین بگوین، ما براتون تهیه میکنیم. در کامنت بگوین به ما، انشالله ویدیوهای آینده
براتان نشر میکنیم. و امروز دیگه فعلا منتظر هستیم ببینیم که چیز گرفته میتونیم و یا چوچه های مرغابی است کنه با تصویر خودتان میبینین. بسیار یک مکان زیبا مقبول. دوستایی که در بیریا یا سان فرانسیسکو زندگی میکنن، افغانای ما، میتونن از اینجا بیان دیدن کنن. کسایی که خصوصا شوق ماهیگیری را داره یا کمپینگ دارن میتونن اینجا بیان. بسیار جای مقبول است و روزای رخصتی، روزای تفریح خود بسیار به خوبی و خوشی سپری کنن. و دوستای عزیز، و این هم آخرین ماهیه که گرفتیم امروز. ساعت 8:54 شب شده دیگه. آخرین ماهی ما بود. امروز 11 دانه ماهی گرفتیم و تا ویدئوهای بعدی، تا دیدار بعدی، تک تک تانه به خداوند بیم تا مسپارم. خداوند یار و مددگارتان. الله حافظ و منتظر نظریات نیکتان هستیم. خدا حافظ.